در آخرین عهد زندگی خود، یعنی که از همون سین 37 سالگی تا به 40 سالگی یک حالت به پیغمبر خدا رخ داده بود که حضرت عزلت نشینی میکرد، یعنی از مردم جدا میشد. خصوصا در همین ماه شریف رمضان به کوه نور رفته در غار حرا پروردگارش طاعت عبادت میکرد. طول ماه شریف رمضان در یک غار تنگ که حاجی هایی که به زیارت خانه خدا مشرف شدگی هستند اون دیدگی هستند که درازی غار 4 ذراع کمتر از 3 متر، پهنایی غار 2 ذراع کمتر از 1.5 متر، در همون یک غار تنگ و تاریک خداوند متعال شخصی را تربیت میکرد، شخصی را آماده میکرد که مسئولیت بزرگ هدایت عالم به بالای او می آمد. قدرت پروردگار را بینید در یک غاری بسیار تنگ و تاریک. در سال 3 هجرت نشینیش وقتی که حضرت غذاش به اتمام رسید، از برای گرفتن غذا به خاندان خودش رهسپار شد. این واقعه در دهه اخیر ماه شریف رمضان بود. هنگامی که از غار خارج می شد، فرشته وحی پیک الهی جبرائیل امین به نزد او آمد و این کلام پروردگار را به او رسانید که اقرأ، بخوان. حضرت می گفتن ما انا بقارئین، من خواننده نیستم. و حضرت خط و سواد نداشتن، در نزد یگان کسی تحصیل نکرده بودن. اما حضرت جبرائیل حضرت به آغوش کشیدن، سخت فشردن، باز تکرار کردن که اقرأ، بخوان. حضرت هم مکررن میگفت ما انا بقارئ، من خواننده نیستم. اما در دفعه سوم حضرت جبرائیل چنان سخت حضرت فشرد و بعد گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام همون پروردگاری که آفرید. تمام این کائنات، تمام این مخلوقات و موجودات، تمام هستی را او خلق کرد. خلق الانسان من علق، پروردگاری که انسان از یک نطفه خونی بسته خلق کرد. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان ای پیغمبر که پروردگاری تو بسیار کریم است، بسیار بخشنده است. خدایی که انسان از یک نطفه خونی بسته خلق کرده است، چی مشکلی برای او دارد که یک آدمی که خط و سواد ظاهری ندارد او را معلم بشریت گرداند، او را هدایتگر از برای تمام عالمیان گرداند. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، خدایی که انسان به واسطه قلم آموزانید و انسان چیزهایی که نمیدانست تعلیم داد. همین 5 آیه از سوره مبارکه اقرأ آیه های اولینی هستند که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شدند. خب حضرت بار اول فرشته وحی میدید، بنابراین یک هیبت در دلش پیدا شد، لرزه در بدن پیغمبر خدا پیدا شد. ترسان و هراسان سراسیمه به خانه‌اش رفت. وقتی که بانوی اسلام خدیجه کبری این حالت شوهر عزیز خود شدید، فی الحال به نزد او آمد از برای دل دادن که شوهر مهربان چی واقعی رخ داده است، چرا شما اینقدر در هیجان هستید؟ حضرت همون واقعی که به او رخ داده بود به مادر ما خدیجه رضی الله عنها نقل کردم. خدیجه بسیار زنی عاقل بود برادرای محترم، بنابر همین بود که چنانه که حضرت دوملا نقل کردن، هرچند که 15 سال سینش از پیغمبر ما بزرگتر بود، اما چی از جهت ظاهری، چی از جهت باطینی، چی از جهت عقل و فراست یگانه زمان خودش بود. زنی که خداوند به او سلام کند چگونه زن می شود؟ بنابراین گفت یا محمد، گفت تو شخصی هستی که باری بازمانده ها را به دوش میگیری،
فقیر و مسکین دستگیری میکنی، همیشه در کمک بنده های خدا هستی، مهمان دوستدار و مهمان نواز هستی، دارای خصلت بسیار بزرگ هستی. من هیچ گمان ندارم که خداوند دیو یا پری را به تو مستولی کند. یعنی اون مخلوقی که تو دیده ای به هیچ وجه نمیتواند که یگان مخلوق ضرر رسان باشد. گفت بنابراین گفت که بیا همراهی من به نزد عمکم میرویم. عمک خدیجه ورقه ابن نوفل نام داشت، یک موی سفید سال خورده جهان دیده بود. این مرد در همون وقتی جوانیش از دین بت پرستی دست کشیده بود، نصرانی شده بود. کتاب تورات و انجیل حتی به زبان عربی بعضی قسمتش ترجمه هم کرده بود. بنابراین پیغمبر خدا را به پیش ورقه ابن نوفل برد. بعدا قصه را به اون نقل کردن. وقتی که ورقه سخنهای پیغمبر خدا را به دقت گوش کرد، گفت که اون مخلوقی که به تو نمودار شد این همون ناموسی هست، همون فرشته وحی هست که به حضرت موسی کلیم الله کلام الهی را می آورد. او جبرائیل امین است، به نزد تو می آید. خدیجه گفت این شوهر تو پیغمبر خدا هست، همون پیغمبر موعود هست که پیدا شد. لیکن متاسفانه گفت وقتی فرا می رسد که قوم او به او دشمن می شوند، او را زده از شهرش پیش می کنند، به خواری و زاری قصد کشتن او را می کنند. اگر گفت من در قید حیات باشم البته که از او حمایت می کنم. اما از بس که سن سالش رفتگی بود، چند روز بعد او هم جان به جان آفرین سپارید. خوب ورقه این از کجا دانست؟ ورقه فقط از سخن پیغمبر خدا این نفهمید. او اهل کتاب بود، او از کتاب تورات و انجیل آگاهی داشت. در کتاب تورات و انجیل، همون تورات انجیل پیش از تحریف شدن، پیش از ولادت پیغمبر ما، نام پیغمبر ما صراحتاً در اونجا ذکر شده بود. برای ما مسلمان ها همین یک آیه سوره صف کافی است که خداوند از زبان حضرت عیسی نقل میکند که چگونه حضرت عیسی گفتند که بعد از من یک پیغمبر می آید، امت خودش خبر کرد به نام احمد. در همین کتابای تورات و انجیل تحریف شده امروزه هم این مردم نصرانی و یهودی تا حال کتابای خودشون تحریف میکنن. تا حال مثلا ما دا ترجمه کنن، همون عباره اصلی عربی را میارند، بعدا ترجمه را از پسش میارن و یگان مترجم دعوا نمیکند که من 100% کلام خدا را ترجمه کردم. این ناممکن است. میگن ما ترجمه تحت لفظی، ترجمه معنوی کردیم. اما این نصرانی ها پایبند این چیز نیستن. اینا افتخار میکنن که از همه کتاب آسمانی که به زبانهای گوناگون ترجمه شده است همین بیبلیای ما هست. به تمام زبانها ترجمهش میکنن، در هر ترجمه یک چیز علاوه میکنن، یک چیز دیگرگون میکنن. تا حال همون کتابای الهی ده خیانت میکنن و تحریف میکنن. لیکن با وجود این در همین کتابای تحریف شده امروزه نشانه های پیغمبر ما در همون کتابا هست. مثلا کسی که اگر اطلاع بیشتر خواهد پیدا کند به کتاب رحمت الله کیرانوی مراجعت کند، یک عالم هند که در عصر 19 همین درباره نشانه های پیغمبر ما در کتاب تورات و انجیل کتاب نوشته است. در زمانی که انگلیس ها مبلغای نصرانی را به عالم اسلام پهن کرده و میخواستند مسلمان ها را نصرانی کنند، این مرد خدا رحمت الله کیرانوی کتاب نوشت که مسلمان ها بخوانند و بتوانند که با اهل کتاب مباحثه کنند، از دین خود دفاع کنند. یا اینکه با کتاب های احمد دیداد هم از همون رحمت الله کیرانوی فراوان ذکر میکنند. از اون کتاب استفاده بری اگر اطلاعی بیشتر بخواهی. بنابراین حضرت این ورقه ابن نوفل میدانست که نام پیغمبر آخر زمان محمد است. عاقبت در همین بلاد
حجاز پیدا می شود. بنابراین وقتی که این سخن از زبان پیغمبر شنید، فی الحال قبولش کرد که او پیغمبر آخر زمان است. خب از بین چند وقت گذشت، دیگر وحی به پیغمبر نازل نمی شد. اینو در اصطلاح مورخا به نام فترت وحی ذکر میکنند. چند زمانی به پیغمبر خدا وحی نازل نشد. شاید یک حکمتش همین بود که خداوند خواست که پیغمبرش آرام شود، همون هیبت و سختی که در بار اول وحی به اون نازل شده بود از او دور شود و حضرت منتظر وحی شود. بنابراین چندین وقت به پیغمبر خدا وحی نازل نشد که حتی بعضی ها گفتند چند سال وحی نازل نشد که این سخن نادرست است. قول دقیق تر همین است که چند روزه، تخمین 10 روزه به پیغمبر خدا وحی نازل نشد. خداوند بنده خودش آماده کرد و روز 1 شوال وقتی که ماه رمضان سپری شد و حضرت بار دیگر از غار حرا خارج شد، میخواست که به خانه خودش رود، یک آواز به گوش پیغمبر خدا رسید. اینا در حدیث خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکند که به پیش نظر کردم چیزی ندیدم، از پسی پشت چیزی نمودار نبود. ناگاه سرم برداشتم که در آسمان همون فرشته وحی میگه دیدم که سرش به افق اعلا می رسید. پیغمبر خدا جبرائیل امینه به صورت اصلیش دید. بنابراین یک هیبت حضرت جبرائیل باز در دل حضرت مستولی شد. فرشته الهی را دیدن به صورت اصلیش برای انسان بسیار مشکل است. یک مثلا بعضی موجوداتی که به چشم ناعیان هستند، اینمی دیو، پری و عجینه را انسان میبینه، لرزه در اندامش میگیره. چی گفته میشود در حق مخلوقی که فرشته مقربی که 600 پر داشت، به یک پرش قادر است که همین زمین ما را چپگردان کند. بنابراین حضرت سراسیمه شد، زود به خانه خودش شتافت، عرق از سر و روش میریخت. همین در خانه رسیدن برابر به اهل بیتش امر کرد که زمیلونی مرا پوشانید، چادر پوشانید، در سر و روم آبی سرد به اندازه آبی خونو که در سر و روش می انداختن. تسب و تبی پیغمبر خدا بلند شده بود در زیر چادر. در همین وقت بار دوم به او وحی الهی آمد. آیه های اولی سوره مدثر. خوب، اولا یک چیز برای شما بیان کنیم که این قرآن هر سوره به طریق گوناگون نازل شدگی است. مثلا بعضا سوره اقرا چند آیتش نازل میشد، بعضا میشد از سوره مدثر یا سوره مزمل نازل میشد. همینا را خودی پیغمبر خدا جابجا میکرد که این آیه ها از فلان سوره است، این آیه ها از فلان سوره است. و دیگرش این که وحی گوناگون می شود. بعضا می شد که مثلا فرشته وحی به صورت اصلیش آمده وحی الهی را به پیغمبر خدا می رسانید. بعضا می شد که فرشته الهی یگان صورت آدمی را می گرفت به مانند انسان که حتی دیگر کسا او را می توانستند بینن، وحی خدا را به او می رسانید. بعضا می شد که وحی الهی در دل پیغمبر خدا آواز می انداخت به واسطه فرشته. و از همه نوع وزنین ترینش همین نوع سومش بود که وحی الهی به واسطه فرشته به الهام الهی در دل پیغمبر خدا جرانگاز میزد. در این حالت پیغمبر خدا را تب و تابش بسیار بلند میشد. حتی صحابه ها نقل میکنن که در همین حالت اگر به حضرت نزدیک میشدیم، پای ما وقتی که به حضرت میرسید از همون شدت طاقت نمیکردیم، پامون از او جدا میکردیم. به همین طریق آیه های اولی سوره مدثر به پیغمبر خدا نازل شد که یا ایها المدثر، ای مرد گلیم پوشیده، حق تعالی بگفت قم فانذر، برخیز که وقتی آرام و راحت رفت، وقتی آسایش گذشت، فانذر، بنده های خدا را از عذاب خدا بترسان، قیامت آمدنی هست. و ربک فکبر، پروردگار خود را به بزرگی یاد کن. و ثیابک فطهر، لباسهای خود را تازه و پاکیزه نما. و رجز فهجر، از پلیدی و از نجاست خود را دور کن.
ولا تمنن تستكثر. وقتی کار خوبی میکنی، وقتی احسان به بنده های خدا میکنی، از اونها انتظاری بیشتر نشو، یعنی پاداش خوبی را از غیر خدا نخواه. ولی ربک فاصبر، و به خاطر پروردگارت صبر کن. این آیه ها بار دوم به پیغمبر خدا نازل شدند. خوب، در این آیه ها حق تعالی به پیغمبر خودش چی ابراز کرد؟ اولش این که گفت وقتی آرام و راحت رفت، وقتی فعالیت آمد، از همون زمان تا به بعد طول 23 سال دیگر حضرت دیگر آرام و راحت ندیدن. دیگر فقط زحمت میکشیدن، دعوت میکردن، دیگر به پاکیزگی مردم دعوت میکردن. و آیه آخرینه که به پیغمبر خدا امر کرد ولی ربک فاصبر، در اینجا هم حضرت هشدار کرد که البته در وقتی که تو دعوت کنی مردم دشمنی تو میشوند، به تو زحمت میرسانند، مشقت میکشی، اما به خاطر پروردگارت صبر کن. از این به بعد دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جاش خیست. بعد اهل بیت خودش دعوتی به سوی خدا کرد. اولین آدمی که به پیغمبر نازنین ما ایمان آورده است، اعم از زن و مرد، از کودک و کلان، از آزاد و غلام، مادرمان خدیجه رضی الله عنها هست. بار اول او به شوهر عزیزش ایمان آورد. دیگر کسایی که به او نزدیک بودند، دخترای پیغمبر خدا به او ایمان آوردند. غلامش زید ابن حارثه که دیگر غلام هم نبود، پسرخواندش بود، حضرت او را آزاد کرده و پسرخواندش کرده بود، او به حضرت ایمان آورد. دوستی نزدیک پیغمبر خدا حضرت ابوبکر صدیق. این حضرت ابوبکر یک مرد بسیار شریفی بود، بسیار با آبرویی که در هر کار مردم قریش به او مراجعت میکردند، مصلحت میپرسیدند. با مجرد این که حضرت پیغمبر خدا او را دعوتی به سوی اسلام کرد، حضرت ابوبکر قبول کرد. بنابراین لقب صدیق در افتخار یافت. صدیق، ابوبکر تصدیق کننده. در حدیث آمده است که حضرت گفتند بسیار کسایی را که به سوی اسلام دعوت میکردم اولا یک شک شبهه داشتند، یک اندیشه میکردند غیر از ابوبکر. به هر کاری که ابوبکر من گفتم به یگان شک شبهه تسلیم امر خدا شد. بنابراین ابوبکر صدیق ما او را ذکر میکنیم. حضرت علی کرم الله وجهه خردسال بودند، در سن 6 سالگی. بار دیدن که پیغمبر خدا با مادر ما خدیجه رضی الله عنها نماز میخونند. در همون ابتدایی که وحی به پیغمبر نازل میشد، حضرت جبرائیل طریق طهارت کردن به حضرت آموزانیده بود و نماز هم میخوندن. البته اون نمازی که او زمان میخوندن از این نمازی ما فرقیتا داشت. شاید که به این شکلی که ما میخونیم این شکل نبود. دیگر این که 5 وقت نماز نبود، 2 وقت نماز میخوندن، صبح و شام 2 وقت نمازی فرضی بود. حضرت علی این حالت مشاهده کرد، گفت شما چیکار میکنی؟ گفتن عبادت میکنیم خدا را. آخه گفت دیگرها را میبینیم که در پیشون یک هیکلی هست، یک تیمثالی هست، در پیش بوتا سجده میکنن، و شما در پیشتون چیزی نیست. حضرت گفتن، علی گفتن ما خدای زمین و آسمان سجده میکنیم، او بوت، او سنگ و چوب اینا مخلوقای باطلن، اینا خدا نیستن. گفت من هم میتونم، گفت به مانند شما همین مسلمان شوم و نماز بخوانم؟ گفتن البته میتونی. حضرت علی گفت اول گفت یک از پدرم رخصت پرسون. با سوی پدرش رفت، اما در راه از رأیش گشت، دیگر پیش پدرش هم نرفت. به نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد، اسلام به او عرض کرد، مسلمان شد و اهل نماز شد. بنابراین علی را ما کرم الله وجهه میگوییم، یعنی که خداوند چهره و پیشانه او را از شرکی به خدا نگه داشت، محترم کرد که در پیش غیر خدا حضرت علی سجده نکرده است. کرم الله وجهه، از همون آوان خوردی مسلمان بود. پدرش بار حضرت علی را دید که همراه پیغمبر خدا نماز میخواند، ابو طالب. گفت که بسیار کاری خوب میکنی،
همین کارتونه دوام دادن بگیری. حضرت مردم دعوت میکرد طبق همون آیه قرآنی که و انذیر قم فانذیر، اما دعوتش پنهانی بود، از بس که خداوند حالا به او رخصت نداده بود، حالا وقتی دعوتی آشکارانه بود. 3 سال پیغمبر خدا پنهانی مردم دعوت میکردن. اکنون این پنهانی به حد نبود که یگان کس خبردار نشود. البته که این آوازها پخش شدگی بود، مردم مکه از این واقعه خبر داشتن، اما صراحتا در مجلس های قریشی ها و در معرکه هاشون اونها را دعوتی آشکارا نمیکرد. به علاهیدگی هر یکیش به سوی اسلام دعوت میکرد. در نوبت خود کسایی که مسلمان میشدن اونا هم اهل بیت خودشون دعوت میکردن. مسلمانای اولینی که در همون زمان اسلام آوردن دوست حضرت ابوبکر حضرت عثمان بود. حضرت ابوبکر دوستای زیادی داشت که تمام اونها را مسلمان کرد. حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، شخصیت‌های ابرمرد اسلام که نامای اینا را همش شما شنیدگی هستی. طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام، جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی، اینا همه مسلمان شدن. یعنی دعوت اسلام از این کار حضرت ابوبکر صحابه های اولین دانسته می شود که خاص برای نماینده های دین، برای پیغمبران و ملاها نیست. این مسئولیتی همه هست. یکی از اصول دین ما امر به معروف و نهی از منکر است. همه ما وظیفه داریم که اهل بیت، یار و رفیقا، همکاران، کسانی که به اونا و میخوریم، اگر اهل نماز نباشن، اگر اهل اسلام نباشن، اونا را دعوتی به سوی اسلام کنیم، چگونه ای که حضرت ابوبکر و دیگر صحابه ها میکردن. در همین طول 3 سال که دعوتی پنهانی میرفت، طبق بعضی از آماری که مؤرخا و محققا در کتاب آورده اند، 130 نفر از مرد و زن مسلمان شدند. بعضیشون قریشی بودن، بعضی ها حتی غیر قریشی بودن، به مانند عبدالله ابن مسعود که او قریشی نبود. بعضی غلاما و کنیزا اسلام قبول کردند و از همه مسلمانای سرسپرده اسلام معلوم شد که باز همینا هستند، به مانند بلال حبشی، صهیب رومی. 130 نفر، شاید که در نامهای بعضی ها اختلاف است، از این کمتر باشد یا از این زیادتر باشد، در طول همین 3 سال فعالیت به هدایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند. بعد از این خداوند آیه دیگر نازل کرد. خداوند سوره شعرا در قصه حضرت موسی را آورد که چگونه حضرت موسی فعالیت میکرد، قومش دعوت کرد، با وجود این که فرعون او را تهدید کرد، قصد کشتنش کرد، از دعوت خودش دست نکشید. عاقبت حضرت موسی بنی اسرائیل از چنگ فرعون نجات داد، فرعونی ها غرق شدند، از مصر هجرت کردند. خداوند به همین یک قصه پیغمبر خودش نشان داد که چی واقعه های عاقبت به سرش می آید و بعدا در ضمن فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، گفت خیش نزدیکای خدا آشکارا به سوی اسلام دعوت کن. بنابراین پیغمبر خدا یک معرکه تشکیل کرد، بنی هاشم دعوت کرد. همراه بنی هاشم بنی مطلب ابن عبدمناف، عمکزاده های اونا از طرف باباگیش، اونا را هم به خانه خودش دعوت کرد. تخمین حدود 45 نفر مرد در خانه پیغمبر خدا حضور آوردند، نشستند و بعد از اون که غذا را تناول کردند، حضرت خواست که صحبت شروع کند، اونها را دعوت کند. اما در همین هنگام ای ابولهب عمکیش پیش دستی کرد، چیزی را حس کرد، پیش دستی کرد، گفت ای محمد، گفت میدونی که این شخصایی که در این مجلس تشریف آوردگی هستند، همه اینا عمک‌ها و عمک‌زاده های تو هستند، اینا همه خیش اقربای نزدیکی تو هستند، اینا همه پشت و پناهی تو هستند. بنابراین پیش از آنه که به صحبت شروع میکنی خوب اندیشه کن، مبادا یگان کاری کودکانه و ناسنجیده نکنی. بدان که
ما را قدرت تاوان نیست که به تمام مردم عرب دشمن شویم. و اگر همین کار تا دوام دادن گیریم ما با تو هستیم، اما اگر کاری کنی که تمام عرب دشمنی ما شوند ما از رو میگردونیم. این کار نکن که در بالای قوم و قبیلت یگان بلا و آفت نیار. یعنی این ابولهب حضرت هشدار کرد که وقتی که تو این دعوت خود آشکارا کنی تمام عربا دشمنی ما میشوند، این کار نکن. بنابراین وقتی که این پیش دستی کرد در میان سخن دور اومد و سخن خودش شروع کرد، حضرت دیگر مصلحت ندید که چیزی گوید، بنابراین خاموش ایستاد. فردا باز دعوتشون کرد و پس از اتمام مجلس بعد صحبت شیرین خودش حضرت آغاز کرد. الحمدلله گفت، سپاس خدا را، احمده و استعینه، خاص او را ستایش میکنم و خاص از او کمک طلب میکنم. و اؤمن به و اتوکل علیه، ایمانی به او میارم و توکل به ذات خدا میکنم. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و گواهی میدهم که خدا یکه و یگانه و بی شریک است، بی مثال است. و بعدا گفت بدانید و آگاه باشید که سید قوم هیچ وقت به قوم خودش دروغ نمیگه. بدانه که گفت من پیغمبر خدا هستم، خاصتا برای شما بنی هاشم و عامتا برای تمام خلایق خداوند مرا فرستاد و مسئول گردان که پیام خدا را به شما برسانم. بدانه گفت چنانه که خواب میکنه، همین شبا که خواب میکنه و استراحت میکنه، همچنین مرنده هستی و چنانه که از خواب میخیزه همچنین برانگیخته میشوی فردا روز قیامت. و آنگاه در پیشگاه خدا از تمام کار و باری که کردگی هسته یک به یک در پیشگاه خدا محاسبه کرده میشوی. اون وقت یا بهشت جاویدانی هست یا دوزخ جاویدانی. یعنی یک کلامی بسیار کوتاهی پرمحتوا را پیغمبر خدا گفتن. چه مثالای زیبا. چنانه که خواب میکنی میبری، همین خواب انسان هم یک نوع مرگ است. این علمم به همین نتیجه رسیدگی است. خوابم این مرگ است، مرگ صغرا است. و چنانه که از خواب میخیزی با برانگیخته میشوی. چنانه که در خواب میبینیم که در فلان جا سیر سیاحت داریم، کاری بد یا کاری خوب داریم، همین دنیا هم خواب است. همین دنیا هم خواب است. روزی می شود که بعد از مردن از خواب حقیقی بیدار می شویم. مردمان را سر به سر در خوابدان حضرت عطار گفتند گشت بیدار آنکه او رفت از جهان. بعد بیدار حقیقی می شویم، می خیزیم که زندگی ما خواب بوده است. ما در همین زندگی همین نقشی که در خواب بازیدیم همین خیلی زندگی می کردیم، لیکن به حسابات می مانم. چگونه ای که پیغمبر خدا گفتن اون وقت یا بهشت جاویدانی است اگر زندگی خوب کرده باشی، یا دوزخ جاویدانی اگر زندگی به دشمنی خدا و بر مقابل دین اسلام زندگی کرده باشی. همین یک نطقی کوتاهش گفتن. ابو طالب پدر حضرت علی که پیغمبر خدا را به وایه رسانیدگی بود بعد از گذشتن باباش، گفت چی سخنای شیرینی گفتی، چی خوب سخن کردی. گفت به خدا گفت ما دوست می‌داریم که از تو حمایت کنیم، به هر کاری که تو را موظف کردگی هستن کاری خود را انجام دادن بگیر. من در پناه تو هستم، از تو حمایت میکنم و بدان که بنی هاشم قبیله تو همه از تو ما حمایت میکنیم. کاری خود را ادامه دادن گیر، لیکن گفت دل من در اختیار من نیست، او مرا اطاعت نمی کند که از دینی پدرم عبدالمطلب جدا شوم. یعنی ابو طالب هرچند که اسلام قبول نکرد اما آمادگی خودش از دفاع پیغمبر خدا اعلان کرد. اما این ابولهب با سخن شروع کرد، گفت به خدا گفت بسیار کاری بدی کردی، گفت این را اجازتش ندیه که اگر این کار کنه تمام مردم به ما دشمن میشوند، یگان بلا و آفت به بالای ما می آید. اما ابو طالب گفت که کار تا دوام دادن بگیر، پروا نکن، مادامی که من هستم به یک تار موی تو یگان زیانی نمی رسد. وقتی که حضرت این سخن از عمکش ابو طالب شنید، فردای
همون روز صبحی بر وقت به بالای کوه صفا شد. در یک تپه بلندترین کوه صفا با آوازی هرچی بلندتر صدا داد که یا صباحا یا صباحا. این یک ندای بود که وقتی که یگان دشمن میخواست به مکه مکرمه هجوم کند یا یگان سیلی می آمد، یگان آفتی می آمد، همچنان کسی که خبر داشت از همون بلندی آواز میداد و مردم خبر میکرد. وقتی که این ندا را کرد بعضا قبیله ها را به نام ذکر کرد، ای بنی عدی، ای بنی فهر و ای بنی مطلب و ای بنی عبدالمطلب. تمام قبیله ها و اولادا حاضر شدند. چی واقعی شده باشد؟ گفتند که محمد در بالای کوه صفا برآمده مردم دعوت میکنند. در یک زمان خلق قیامت حاضر شدند که یگان کاری مهمی هست، یگان واقعی بزرگ شده است که محمد ما را دعوت میکند. مردم زیاد در دامنه کوه جمع شدند، گفتند که چی واقعی شده است؟ حضرت گفتند اگر حاضر من به شما بگم که از پس همین کوه یک لشکری جرار خونریز میخواهد در بالای شما هجوم کند، شما مرا قبول دارید؟ باور میکنی؟ گفتن البته باور میکنیم، تو محمد امین هستی، ما از یگان بار یگان دروغ یگان کاری ناشایست و زشت ندیدیم، چرا قبول نکنیم؟ حضرت گفتن پس بدانه، گفتن که اگر از همین راه رویش خودتان دست نکشید، از همین عبادت بت‌ها و سنگ و چوب‌ها دست نکشه، حتما عذاب خدا در بالای شما می آید. بعدا اونا را نصیحت کرد، از او کار و بار و رفتاراشون آگاهشون کرد، غلطاشون اصلاح کرد، موعظه‌شون کرد. بعدا یک به یک همون قبیله ها را نام برد که ای بنی عبدالشمس، ای بنی مخزوم، ای بنی فلان و فلان، از خدا بترسه. گفت که در مقابل حقیقت از دستی من کار ساخته نیست. اگر شما ایمانی به خدا نیاره، من اگر بخواهم هم یگان منفعت به شما رسانده نمیتونم. ای بنی عبدالمطلب گفت. بعد قبیله خود چه خطاب کرد؟ از خداوند خودتون بترسه که در مقابل حق از دستی من کار ساخته نیست. عباس فرزند عبدالمطلب، عمه پیغمبری خدا، گفت از خدا بترس. صفیه دختری عبدالمطلب، عمه پیغمبری خدا، از خدا بترس. گفت در مقابل حقیقت یگان کاری از دست من ساخته نیست. فاطمه دختری نازنین پیغمبری خدا، هر مالی که از دنیا میخواهی، هر چیزی که میخواهی در این دنیا بخواه، گفت من به تو میدهم، لیکن خودت از خدا بترس، خود را اصلاح کن، چرا که در غیر این صورت کار از دست پدری تو ساخته نیست. من کاری کرده به فایده تو کرده نمیتونم. این صحبتاشا کرد، مردم شنیدن، خوب، بعضی ها خوب قبول کردن، لیکن همه خاموش، همه آیسته آیسته پراکنده می شدن. در همین هنگام این ابولهب ملعون، این همو عمکی پیغمبر، دستاش برداشت به اشارت، طبق بعضی از روایت ها حتی سنگ انداخت به سوی حضرت. گفت خدا جان تا همین روز بگیره، تو به همین خاطر ما را در اینجا دعوت کردی؟ برای همین کار گفت ما را از کار بیکار کرده اینجا آوردی؟ دشنام و حقارت های زیاد پیغمبری خدا را داد. بنابراین در شأن او همین سوره تبت نازل شد. استعیذ بالله، تبت یدا ابی لهب و تب. خداوند در حق او گفت هلاک باد هر دو دستی ابو لهب و هلاک باد خودی ابو لهب. یعنی این ناکس مادامی که دشمنی پیغمبری خدا شد، دشمنی دینی خدا شد، حالا در قید حیات بود، حالا سالم و بردن بود، اما خداوند عاقبت او را اعلام کرد در پیش چشمش که تو بدبخت، در همین دنیا من تو را هلاک میکنم و فردا روز قیامت همراه همسری بدبختت سیصلا نارا ذات لهب و امرأته، داخل دوزخ میشوی. نه مالت نه فرزندات یگان کس به داد شما نمیرسد. ابولهب 10 پسر داشت، 10 پسری بردم داشت، پسرای پهلوان، مال و ثروت زیاد داشت. از فرط نعمت همین چهره ابولهب سرخی، همین شعله آتش برای نورانی بوده است.
همین آدمی که فقط هم بخوره و باشامه و استراحت چی، یک شعله آتش برای چهرش درخشش داره. ابولهب لقبی او را گذاشتگی بدم، اما خدا زدش. در همین دنیا خدا نشانش داد. عاقبت بعد از جنگ بدر این ملعون یک مخوی در بدنش پیدا شد، یک بیماری بسیار ویران پیدا شد که پوست تنش میغلطید، به مانند همین سگای گرگین شده بو از تنش میبرومد. دیگر قوم و قبیلش از او رو گرداندن، فرزنداش از او رو گرداندن، همسراش قهر کردن، به یک خاری وزاری در یک کوچه مرد. مجبور شدن و همون مردم قریش که عربای حبشیایی که در اوجا کرایه آمده بودن، کرایه کارگر بودن، همونا را پول دیان با چوبه های دراز جسدی پربوی او را تیله داده در یک غاری بیرون از شهر باندازن که از بو و تفش مردم خلاص شوند. به همون یک بیادبی و یک احمقی که ابولهب کرد. بنابراین حاضرین عزیز، پیغمبرای خدا دوستای خدا هستند. بعضا می شود که خداوند به انسان احسان میکند، خوبی میکند، وقت میدهد، لطف حق با تو مواساها کند. لطف حق انسان مهلت میته. بعضی کافرای سرسختی هستند، خدازده هستند که در همین دنیا مهلتش میته که ما حیران میشویم که خدازده را برای چی خدا در این دنیا نمیزنه؟ زان که از حد بگذری رسوا کند. بعد از حد که گذراندی مهلت داد که خود با عذاب خود دهچند کنی. بعد یک باره که گرفت دیگه خلاصی نداری، دیگر پشیمانی فایده نداره به مانند فرعون. این سخن از چی جهت میگم؟ چرا که بیادبی ها بعضا دیده می شود، چی در شأن دیگر پیغمبران چی در شأن پیغمبر ما. یک دیوان اوضاع گفته است که در زمان پیغمبر خدا لزوه ژیلت نبود وگرنه ریشوش میتراشید. اینا همین اگر ملایم کرده احتیاط کرده گوییم این بیادبی هم نیست، این بالاتر از بیادبی است. چی کسی زبانش به او اجازت میدهد، عقل فراستش به او اجازه میدهد که در حق پیغمبری که بیشتر از 1.5 میلیارد انسان از جان و مال و زن و فرزندشون او را بیشتر دوست می‌دارن، همین سخن بگه که لزوه نبوده یگانه ریشوش میتراشید. تو بدبختی یا کجا دانستی؟ لزوه یافت موی سرش تراشید، برای ریشوش لزوه نیافت. نعوذ بالله. یک طعنه زدن بس شکل و صورت چهره پیغمبر خدا هست اگر حقیقت شگیریم. این چنین شخصا را یا در همین دنیا یا در قیامت اگر خودشون اصلاح نکنن و با پیغمبرای خدا دشمن شوند و با دین خدا دشمن شوند، همین تقدیر ابولهب انتظار است. دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت آشکارا را شروع کرد. آشکارا دیگر دعوت میکرد. پس از یک آیه دیگری که حق تعالی به اون نازل کرد که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، یعنی حق تعالی گفت که دیگر حقیقت آشکار کن، به کاری که مأمور شده ای اجراش کن و از مشرکا رو تاب. حضرت دیگر آشکارا در مجلس‌های قریش قرآن میخوان، اونا را دعوتی به سوی اسلام میکرد، آشکارا در پیش چشمشون عبادت میکرد. دیگر تمامی کار و رفتار پیغمبری خدا آشکارا شد. دیگر قریشی ها به داد آمدن، بعد دشمنیشون سرسخت‌تر شد که چیکار کنیم؟ این مرد آشکارا دیگر دعوتی به سوی اسلام میکند، آشکارا دیگر معبودای ما را ملامت میکند. خوب اینجا یک ماشینی 97 و 18، اگر کسی که رقم ماشینش 97 تا 18 باشه التماس میشه که ماشینش از سری راه بگیره. 97 تا 18 و ایام حج هم فرا میرسید.
این مردمی همون عرب جاهلی از زمان حضرت ابراهیم شروع کرده خانه خدا را زیارت میکردن. هرچند که زیارتشون مسخره آمیز بود، لب لیج میکردن، بعضا اوریان در گرد خانه خدا طواف میکردند و بوتا را میگرفتن میبردند روی خانه خدا داخل میکردن، اما عبادت میکردن. بنابراین وقتی ایام حج نزدیک میشد، از تمام منطقه های عربستان مردم عرب برای زیارت خانه خدا می اومدن. بنابراین این مشرکای قریش گفتن یک چاره دیدن در کار، یک کاری کنیم که دعوت محمد به دیگر خلقا و قبیله ها نرسد تا اینکه اونا مسلمان نشوند. اینا بینه که کافر از عصر میانه شروع کرده چاره اندیشی میکنه و بیکار نیستن، فکر میکنه چیکار کنیم که مسلمانان را تاثیر اسلام کمتر کنیم. این اسلامیزاسیا شده است، مردم همه بس روی اسلام گرایش پیدا کرده است در عالم. چی مکر حیله کنیم؟ تروریستش بگیم؟ با چی کار کنیم؟ با یک نقشه نو در کار، یک نقشه تازه تر در کار. کافر از همون ابتدا در فکر و اندیشه هست که چگونه مردم از اسلام دور کنه. همون مشرکای قریش جاهل بینه که در عصر کهنه زندگی میکردن، در همین فکر شدن. بنابراین به نزد یکی از پیشواهاشون، یکی از دانشمنداشون به نام ولید ابن مغیره آمدن که ولید گفتن میدانی که موسم حج نزدیک است، عربا از تمام منطقه ها می آیند. خوب این محمد دعوت آشکارا دارد، این روی راست گشته مردم به سوی دین نو دعوت میکنه. چیکار کنیم؟ چی چاره کنیم؟ یگان نقشه پیشنهاد کن. ولید گفت شما یگان پیشنهادها داشته باشه پیشنهاد کنیم، من یک تاشه انتخاب میکنم. و گفت خیلی بگیم که کاهین است، بگیم محمد کاهین است. کاهین همون روحانی های پیشتره فریبگری که بدن هر چی را دود میدادن رو فریب میکردن. لیکن ولید گفت نگفت این پیشنهاد شما قبول نیست، با این محمد با کاهین یگان مانندی نداره، این دروغی سخن شما معلوم میشوه. یک چیزی بگی به حقیقت نزدیکتر باشه. و گفتن خیلی میگیم که دیوانه ای. نعوذ بالله. گفت نه، با دیوانه هم مانندی نداره. خیلی گفت این دیوانه معلوم است از رفتار و کردارش، اینم نمیشوه. پیشنهاد دیگر کنی. گفتن میگیم شاعرای. اون شاعرای پیشتره این همین شعر گفته قبیله به قبیله میگشتند، به همین واسطه زندگیش میگذروندن زندگیشونه. گفتن نه، این به شاعر مانندی نداره. و یگان چیز طلب نداره، چی کاری میکنه از خداوند طلبش داره، از یگان کس مبلغ و موز طلب نمیکنه، نمیشوه. گفتن میگیم ساحر جادوگرای. نه، جادوگرا در مانندی نداره. این جادوگرا عادتا یک چیز در میدمن و رشته گره میکنن و دیگر کارهای نامعقولی میکنن، نمیشود. این پیشنهادهای شما نشید. و گفتن خوبه که خودت یک اندیشه کنی هم پیشنهاد کن، این یگان پیشنهاد ما را قبول نکردی. بعد این ولید فکر کرد چی تهمت کنم، چی کمبودی پیغمبر خدا را بیام همون کمبودیش از ذکر کنم و مردم هم معن کنیم که از پذیرش اسلام مانع شویم. همین قدر اندیشه کرد. عاقبت بعد گفت میگیم که او سخن آورده است که به مانند سحر، یعنی قرآن در نظر داره. مرد از پدرش جدا میکنه و از همسرش جدا میکنه و یعنی که میگیم ساحرای. سخنش سخنی بشری ای، سخنی خدا نیست، ساحرای. هرچند که این شخص ابتدا گفت به ساحر مانندی نداره، وقتی که یگان عیب پیغمبر خدا را ندید بینه که با عاقبت همین دروغ گفت، میگیم ساحرای. وقتی که از تمام منطقه ها مردم با زیارت خانه خدا آمدن، حضرت هم گفتیم دیگه آرام و آسایش نداشت. شب باشه، روز باشه، سحر باشه، نیمروز باشه، بعضا خودش تنها، بعضا همراه یگان صحابه و دوستش با همراهی ابوبکر یا دیگر دوستش میگشت، قبیله به قبیله میگشت که این مردم من از شما یگان چی خواهش ندارم، فقط خدا را به یگانگی پرستش نکنی، زیناکاری نکنی، خوب فرزندای خودتون زنده به زنده در گور نکنی. همین نصیحت ها را پیغمبر خدا به اونها میکرد. لیکن کافرها هم آرام و راحت نداشتن. این کافرها هم میگشتن مردم این جادوگرای مبادا شما را فریفته نکنم.
ابو جهل ملعون بعضا میدید که پیغمبر خدا به سوی کار روان است، از پسش میرفت. حضرت سخن شروع میکرد که هی مردم گوش نکنه که این شما را فریب میکنه، این دینی نو پیدا کرده است، کاری میکنه که شما را برباد میته، دنیاتون را میسوزانه. از این قبیل مردم اینا هم از ره میزدن. نضر ابن حارث گفتنی یک ملعون دیگر بود، یک بدبختی دیگر. این مرد به هیره رفت. هیره را حضرت داملا قصه شکر که یک منطقه بود که ایرانی پادشاهی را گوش میکرد. یعنی رهبرای هیره، پادشاهای هیره وصلی پادشاهی ایران بودند. این مرد به هیره رفت، قصه های ایرانی ها را از خود کرد. قصه رستم داستان، جنگ رستم با اسفندیار، 7 خان اسفندیار و 7 خان رستم و همینا را از خود کرد. می آمد در هر مجلسی میدید که پیغمبر خدا دعوت شروع کرده است. هی مردم میگو ایرا گوش نکنه، من قصه های شیرین تر از او دارم، من قصه های خوبتر دارم. بعد همون افسانه های بود نبود بودگار بود را شروع کردن میگرفت. یعنی کاری کنیم که مردم از دعوت منع کنیم. حتی این نضر ابن حارث وقتی که میشنید است که یگان شخصی با آبرو به سوی اسلام مایل شده است، میخواهد که مسلمان شود، او را به خانهش دعوت میکرده است، از پول خودش تشکیلی میکرده است، نوش و نعمت ها را میآورده است. بعد یک کنیزه که دیگر هم داشته است که سرایندگی میکرده است، به مانند خدمون، چیزای خدمون، سراینده های خدمون. بعد او کنیزه کش رقص بازی و سرایندگی میکرده است. این ایجا تشکیلی را خورده و عرق نوشیده. بعد میگفته است اینا بین راحت در کجا بوده است، تو میستی از پس محمد رفته، این پس مردن شما را وعده راحت داده است. این راحتی این وقت را بعدینه نگذاری، مبادا شما را فریفته نکنه. این کارا را این نضر بدبخت، نضر ابن حارث انجام میداده است. بعضا حالت می شد که حضرت میخواست که قرآن قرائت کند، یا اینکه نماز میخوان به آواز میبرداشتن، میگفتن آواز برداره که قرآن شنیده نشود. این قرآن به خودش یک تأثیر دارد که شنونده را به سوی خودش جلب میکنه. غلاغوله میکردن، آواز میبرداشتن که سخن حضرت شنیده نشود. این همش از همون سیاهی دلشون بود. همین خیلی آدم ها حالی هم هستن. این انسانیت آدم ها همون چخیلی که در قدیم فکر و اندیشه داشتن، بخل و حسد و کینه و عداوت و کافری و این چیزا از همون قدیم بود تا حاضر هم هست، تا وقتی که انسانیت هست. یک کار کنیم خلل دارش کنیم که مردم از صحبت محروم شوند. این کارو نشد، تهمت های گوناگون کارگر نشد. با وجود این بعضی از کسایی که می آمدن مسلمان میشیدن، به زیارت خانه خدا می رفتن. بنابراین دیگر بدبختا بعد اندیشه بدتر کردن، گفتن کار دیگر کردن در کار دیگر. از اینجا اوسو کسایی که اسلام میارن اینا را روی راست عذاب و شکنجه میکنیم. این ابو جهل وقتی که میفهمید که یگان کس مسلمان شده است، اگر یگان انسانی با آبرو میشد که زدش نمیتونست، به خانهش میرفت تهدیدش میکرد که تو اسلام آوردی، اگر از اسلام بر نگردی کار میکنیم که تو در تجارتت کساد میشوی، ضرر میبینی، از دنیات محروم میشوی. همین خیلی تهدید میترسونید. اما اگر او بیچاره یگان کمبغل ضعیف بیکس میشید، عذاب و شکنجهش میکردن. بعدا مصلحت کردن هر رهبری قبیله، هر رهبری اولاد وقتی که شنید که یک تابعش مسلمان شده است، حتما او را عذاب و شکنجه کنه که از اسلام دست بکشه. حضرت عثمان امکش در یک گلیم پیچید، محکم کرد، از زیر گلیم برگ چرگ این چیزا را دود میداد که حضرت عثمان نفسگیر شود، که تا وقتی که کافر نشوی میگفت من تر از این گلیم خلاصی نداری، خلاصت نمیکنم. حضرت مصعب ابن عمیر یک جوان یا شکک بود که اسلام قبول کرده بود. بسیار جوانه که نونیحال زیبا صورت، ناز پرورد، در خانهشون ارکه بود است، مسلمان شد. این آچه‌ای که به فرزند باید مهر داشته باشه زد، از خانه پیشش کرد. بیچاره گشنه و تشنه در صحراها و در زیر آفتاب میگشت، عاقبت قاق زد، روش پوست پرتاف به مانند مار برین. همون قدر رنگ صورتش دیگرگون شد که دیگر او را شناخته نمیشد.
که تا وقتی که مسلمان نشوی دیگر بهانه تر راه نمیدهیم. خب حالی شخصای آزاد این بود، اما بیچاره غلاما چی حال داشتن؟ غلامایی که در اون عصر زمان غلامداری صاحب غلام زده میکشت، کسی چیزش نمیگفت. غلاما احوالشون ده چند سخت‌تر بود. صهیب ابن سینان رومی مسلمان شدگی بود غلام، این بیچاره را همین قدر میزدن همون مردم قبیله شون که از هوش میرفت. بعضا از هوش بیدار میشد، به خود می اومد که حال همین خدا زده و زده استیانش. بعضا چیزای از زبانش می برومد که خودش نمیفهمید چی میگه. بلال حبشی قصهش معروف است. این بلال بیچاره را صاحبش امیه ابن خلف بود، یکی از دشمنای سرسخت‌ترین پیغمبر خدا. این ناکس یک ریسمان تنگ در گردنش، بعضا سیم در گردنش میبسته و بعد کشون او را در بالای ریگ میکشون، دست کوه و صحرا به دست دیگرون میداد است که بگردانش. همون بند گردن حضرت بلال میبرید، میزدندش، میبستش، تیاق میگریف، مردنک حضرت بلال میزد، گشنش میمون. به دین محمد کافر شه، لات و عزا را توصیف کن. اما حضرت بلال از دینش نمیگشت، تا به حدی که این ناکس وقتی که آفتاب به حد گرم می شود، نصف روزی آفتاب حجاز چقدر گرمه، با زیر آفتاب ای 50 گرادوس هم بالاتر ای، در زیر ریگو می بردو و پشت می خواباندنش در همون ریگ تفسون. بعد یک سنگ عظیمی دیگر آورده چند کسه در بالای سینه حضرت بلال می گذاشتن. بعد می گفتن که کافر شه، به خدای محمد کافر شه. اما حضرت بلال احد میگفت. بعضا میشد که بیچاره از هوش میرفت. خباب ابن ارد یک صحابی دیگر، این بیچاره را صاحب بدبختش آهنگر بوده است. این آهنگر هم آهنای تفسون میگرفت در پوستش میگذاشت، پوستاش میسوخت که به کافر شه، از دین محمد بر نمیگشت. همون خیل عذاب و شکنجهش میدادن که بعداً از بدنش همون قدر روغن چی میریخت که در زیر آتشش میگذاشتن، آتش بر روغن تنش خاموش میشیده. عمار یاسیر هم خودش مسلمان بود، هم پدرش هم مادرش، هر سهش مسلمان بودن، هر سهش هم بیچاره غلام بودن. غلامی بدبختی ابو جهل ملعون، همون غلامی بنی مخزوم. پدر عمار همچنان عذاب و شکنجه کردند که بیچاره جان به جان آفرین سپارید. بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از نزدشون میگذشت که عذابش میکردند. او کافر خدا زده را اگر 100 نصیحت کنی و قبول نکند. بعد گفت آل یاسیر، گفت صبر کنی، وعدگاه شما جنت هست. بنابراین حضرت در زندگیشون اونا را وعده بهشت داد. عمار بیچاره پدر یاسیر جان سپارید. ابو جهل ملعون به یک نیزه دراز از پیش مادرش زده او را هلاکش کرد، کشتش در پیش چشم فرزندش. یاسیر را گفتن انمی حالی تو هم همی می شود کافر بشه، از اسلام رو بگردان. اما یاسیر نمیگشت. یاسیر همی خیل میزدند و بعضا در بالای ریگ میکشاندنش، در بالای ریگ تفسون. بعضا بالاش میبردند و پاکوبکش میکردند، چوب شپکش میکردن. اما حضرت عمارم یک باره از دهانش همون کلمه کفر بر اومده، به اختیار گریان به حضور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رسید که یا رسول الله، این ناکسا به حد آوردنم که ناگهانی همین سخن از زبانم بر اومد، چی میشده باشد؟ اما آیه قرآنی نازل شد و حق تعالی گفت ایمان اینها مادامی که دلشان بر جا هست، ایمان اینها بر جا هست. اگه زنک ها، این کافر نه به زنک رحم دارد نه به کودک رحم دارد. این وقتی که انسان میگه بترس از کسی که از خدا نمیترسه، او که از خدا نترسید به قیامت باور نداشت، از دست او بدبخت همه کار میآید. کنیزکار هم عذاب شکنجه میکردن. زینیره گفتن یک کنیزکی بود، همین خیل بیچاره را عذاب شکنجه کردیان که روشنایی چشمش از دست داد، کور شید. از عذاب زیاده بیچاره کور شید. بعد با طعنه و ملامتش زدن که لات و عزا گفتن ترا کور کرد.
انا دیدید با لات و عزا کافر شدی، لات و عزا تر زدند تو کور شدی. اما همو کنیزک در همو حالتهای سختی و نابینایی گفت به خدا، گفت لات و عزا کردگی نیست، ایره خدا کردگی ای. اما من با امید دارم اگر بخواه خدا با بینا میکنه. فردای همون روز به امر خدا همون زینیره بیناییش یافت، چشماش بینا شد. امر پروردگار عالم. بینه که آخه این از هزار نقل و قصه عذاب و شکنجه ها باور کنیم ما یک بیان کرده نتوانستیم. همون قدر عذاب و شکنجه ها دیدن مسلمان های اولین، لیکن بینه که از اسلام دست نکشیدن. اکنون ما خودمون هیچ وقت با اونا قیاس کرده نمیتونیم. از او عمل هایی که اونا میکردن از 10 یکش ما و شما کنیم، عالم امروزه اسلام آباد میشود. یکش از 10 کنیم. بنابراین هم حق تعالی در وصف اینها گفت پروردگار عالم از بالای عرش اعلا که السابقون السابقون اولئک المقربون. حق تعالی گفت او کسایی که در نوبت اول مسلمان شدن اونا مقربان درگاه خدا هستند، اونا در جایگاهی هستند که دیگران به جای اونا نمیرسند. بله صحابه های پیغمبر خدا محترمترین ارجمندترین این امت هستند، لیکن صحابگانی که بعد از فتح مکه مسلمان شدگی هستند هیچ وقت با صحابگانی که در جنگ بدر اشتراک میکردن برابر شدن نمیتونن. صحابگانی که بعد از جنگ بدر مسلمان شدن هیچ وقت با او صحابگانی که ابتدا در اولین لحظه ها مسلمان شدگی بودن با اونا برابر شدن نمیتونن. بنابراین ما و شما باید که از تاریخ اینها عبرت بگیریم. اینا برای ما عبرت هستند، اینا یک قصه افسانوی نیستند. ما و شما هم به یک عذاب و شکنجه اندک کاری نکنیم که از اسلام رو بگردانیم. به یک ترس هراس اندک یک زنی را 3 بار حجاب پوش کردیم. 3 بار. یک بار سطر بند به دست، بعد وقتی که زنکا را من میکنن سطرش ایسرش میگیرن نصیحتش کردیم که آخی خواهر آخی بعد اکل شما را من کردن از جمعه خونی دیگه ای مسلمانی هم منتون کردن بند سطر تا. زنی مسلمان سطر داره، سطر فرضی خدا های. سطر پوش شد، بار دیگر با گرفت، بار دیگر نصیحتش کردیم سطر پوش شد، بار سیوم با سطرش گرفت است. برای چی؟ میترسم یگون چی نشوه خبرهای هر خیله اومدیسته. اگر گر مسلمانی از این است که حافظ دارد و اگر از پس امروز بود فردای. شرم است از این خیلی مسلمانی وقتی که مسلمانای حقیقی را قصه شو بخونیم و ما به این حالت باشیم. و گفتی همو حضرت حافظ و اگر از پس امروز بود فردای. فردا وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جمع شود، او صحابگان اولین، صحابه های بعدینه و دیگر مسلمان های غیور گرد اطراف او را بگیرن، این خیل مسلمانی به غیرت ترسانچکی که از یک شمال اندک تماما پگانوش میکنه میگیره از دین حتی رو میگردانه، این خیلی ادعا میکنه و خودش به پیغمبر خدا نزدیک میکنه. این شرمندگی است. خداوند مهربان همه ما و شما را موفق بگرداند که پیغمبر خدا و صحابگان اولین از برای خود اسوه حسنه قرار دهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.